محمد نوید هستم. فرهمند تخلص میکنم، رئیس و مدیر عامل اجرایی شرکت پارک تکنولوژی و کوفاندر و مدیر پروژه اپلیکیشن ارسال افغانستان. فارغ فوق بکالوریا در رشته دیتابیس هستم. یک سند لیسانس در رشته اقتصاد زراعتی از پانتون کابل دارم و یک سند لیسانس از رشته کامپیوتر ساینس از پانتون پلیتکنیک کابل دارم و همچنان مصروف برنامه ماستری در رشته کامپیوتر ساینس در پانتون کابل هستم. مدت 7 سال میشه که در بخش تکنولوژی در پروژه های داخلی و خارجی که از مصروف فعالیت های عمده و مهم بودیم. در اکثریتشان که از تیم لید بودیم. در شرکت ما تقریبا 20 نفر مصروف فعالیت‌های متنوع می‌باشه که ما کوشش نمودیم در همه بخش‌های تکنولوژی فعالیت داشته باشیم. خدمات ما شامل سافت‌ویر سولوشن، برندینگ، اعلانات، میدیا و پروداکشن، بازاریابی دیجیتالی و همچنان مدیریت نمایشگاه‌ها و ایونت‌ها می‌باشه که پروژه‌های خارجی هم داشتیم از کشورهای استرالیا، آمریکا، امارات متحده و همچنان ترکیه. پروژه‌های داخلی ما از مؤسسات بوده، بانک‌ها، نهادها و شرکت‌های خصوصی و همچنان نمایشگاه‌ها. یک اپلیکیشن نیز ساختیم به نام ارسال افغانستان که در این اپلیکیشن ما یک پل ارتباطی بین افغان‌هایی که در خارج از و افغان‌هایی که در داخل است ما به وجود آوردیم که عزیزان ما میتونن از خارج به فامیل دوستایشان ارسال کردیت موبایل انجام بدن، دیگه که از تحایف و کیک ها به خاطر مناسبت‌های خاص و همچنان ارسال کمک ها و دیگه یک بخش دیگر که نو ایجاد نمودیم که عزیزان ما میتونن محصولات وطنی را از افغانستان سفارش بدن، او را ما ارسال میکنیم در خارج برشان کی فعالیت هایی است که مربوط به اپلیکیشن ارسال افغانستان میشه. نوموړی په خپل ښه مدیریت سره توانېدله چې پارک ټکنالوژي په داسې حساسو شرایطو کې چې هره ورځ موږ تاسو وینو چې په لسهاو کمپنۍ په لسهاو دفترونو په لسهاو بنسټونه تړل کېږي. چې یو بل ښه کار کړی ده هغه دا ده چې نوموړي دلته لسهاو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. در کل هدف ما رشد دیجیتالی یا تکنولوژی افغانستان می باشد که ما می خواهیم خدمات مختلف و اپلیکیشن های مختلف در این عرصه ارائه نماییم و همچنین یک خبر خوش دیگر که ما برای اولین بار در افغانستان یک میدیا ایجنسی هوشمند را تأسیس کردیم که خدمات میدیا، وبسایت و بازاریابی هوشمند را ارائه می کنیم. قرار است که ما یک نمایشگاه تکنولوژی را برای اولین بار با همکاری وزارت مخابرات نیرس در افغانستان برگزار بکنیم. افغانستان ما می‌بینیم که فعلا کسب جوانایی دارن که در بخش تکنولوژی که از فعالیت‌ها انجام میتن و دیگه ما خوشبین هستیم در حالت کسب تکنولوژی را از اینکه بتونیم مثلا به عرصه‌های بالا برسانیم. دیگه افغانستان در کل در تکنولوژی اگر که ما مقایسهش کنیم با سایر کشورها یا ما عقب هستیم. پیام ما به جوانان ای است که با انگیزه و امید پیش برویم، دست به دست هم بدیم، شغل ایجاد کنیم، چی در داخل هستیم چی در خارج هستیم، به خاطر پیشرفت و آبادی وطن و نجات مردم از فقر تلاش کنیم. با اتحاد، دانش و تلاش پیوسته میتوانیم فردای بهتر برای نسل‌های بعدی بسازیم و افغانستان پر امید و توانمند خلق کنیم. از اینکه ما تونستیم که در ایجاد اشتغال زایی یک سهم کوچک در افغانستان داشته باشم بسیار زیاد خرسند هستم. انشالله به آینده افغانستان امیدوار هستیم که ما انشالله بتوانیم یک افغانستان ما مانند سایر کشورها در عرصه تکنولوژی و صنعت کسب پیش قدم باشد. رشد افغانستان بدون فهم تکنولوژی اصلا امکان پذیر نیست و در این رقم شرایط باید ما فهم تکنولوژی رو داشته باشیم، صنعت خود به پیش ببریم و انشالله باز ما میتونیم که افغانستان پیش قدم داشته باشیم.